عزیز، خوش اومدید به چنل من ادیب گیمر هستم و امروز اومدم که پارت 4 از بازی زیبا و نوستالژیک جی تی وی رو خدمتتون بذارم. مرسی از اینکه کانال منو دنبال میکنید. حتما چنل رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و اگه انتقادی، پیشنهادی، حرفی، سخنی، خلاصه هر چیزی که دارید برای ما کامنت کنید. ممنونم. بریم بدون معطلی سراغ گیم پلی بازی. پونزه بده بینم عوضی. همین الان می نویسمش. خیلی کی عوضی؟ بذار اول بازی کنم. ای بچه چه خبر؟ چه خبر سیجه؟ کی برده؟ فکر میکنی کی؟ من. حالا دیگه دخلتو میارم. تو خیلی مونده حریف من بشی. ما با چه جور اسلحه‌ای کار میکنیم؟ اگه اتفاقی بیفته ما هیچی نداریم. اگه والا بهم حمله کنن بهشون کفش پرت میکنیم. راستی چه بلایی سر امت اومد؟ امت؟ این روزا خیلی مشغوله. وضعش خوب شده. همش تو مرخصیه. خب تا ما اون کلوبو بگیریم باید با همونایی که طالبا معامله کردن کنار بیام. امسون، بچهای بولوار، ما این روزا زیاد دارم سر نمیزنیم. با وسیله میبرمت ببینیشون. یالا بزن بریم مرد. حالم از اونا به هم میخوره. چه بلایی سر خانواده اومد؟ عشق چی شد؟ اتفاقی بد میفته. دروغ، فقط دروغ، همه چی دروغ. جواب خشم. اگه کتابو بخونی این روش دنیاست پسر. آره ولی میدونی که باید جدی بگیری. من تو رو تحصیل میکنم توی رهبری یه پیش رو وقتی رفتی بالا من رو خاطر داشته باش. بهش استراحت بده اسمو. نگو یه روز میری و پیشم نمیایی دیگه. اگه مثل قدیم و منو نخوایی دیگه. اما باز به یاد تو گریون دلم دیگه بعد تو عاشق نمیشم. خیلی هم عالی. اوناش خودشه حالیته. هی! کی به من شلیک کرد؟ چی از جون من میخوای؟ ای پاپس، ای چطوری؟ تو پسر خانواده جانسون نیستی؟ درسته. مگه تو نمردی؟ نه امت، من اون یکیم کارل. من خیلی متاسفم. واسه همین اومدیم اینجا. میخوام اونایی که این کار کردن بگیری. شما به جای درستی اومدین. هر کاری دوست دارین بکنین بچه ها. این آشغاله قدیمی رو ببین. بمیر بالا سمزی. ولی به تو افتخار میکنه. نایس. لعنتی من بهترینم. آها این شد بچه های گروه بستیرید. اینه به تو هم میخوای. من که گفتم با استعدادم. ببینید مأموره ویژه بیگ اسموک. خیلی هم عالی. اینم سومی. چه خوشگلم ریلود میکنه. ای بابا. مرسی. من به شما افتخار میکنم. قربان شما. تیراندازی رو حال میکنید. خورده بریم عقب. به چخ ندیم. واو. لعنتی تو یه حرفه‌ای هستی. ملت به خودشون ترسیدن. ولی حواستو جمع کن. هدف گیری خیلی مهمه برادر.
به میدونم. حرفش گوش کن. مثل اینکه لیبرتی درس خوبی بهت نداده. ای بیا جداش، بعدم میبینمت امت. من کنم- 100% هواتون رو دارم پسرا. حواستون باشه که اونها رو از من نگرفتیم. یادتون باشه که امت همیشه تفنگ داره. من همیشه جنسای خوب دارم و من افتخار میکنم که 30 سال به این جامعه خدمت کردم. احمق دیوونه پیر، منو ببر خونه. چرا از اون در رفت مستقیم راحترم. عجب آهنگیه. من یه دونه از این نوتر تو موزه دیدم. کجا داری میری؟ من خیلی خستم، منو ببر به خونم. چه خبر شده سر؟ اوضاع حسابی به هم ریخته. مردم باید چشم‌ها و قلب‌هاشون رو باز کنن سیجه. درباره چی حرف میزنی؟ دوال فرصت‌های حرف میزنم که گیر همه بیان. بعضی وقتا اونا واقعی به نظر، ولی بعضی وقتا هیچ انتخابی نداره. ترجمه بازی از زفر. گوگل یه ترنسلیت. ذره هم تحقیق نکردی. کی من؟ نه هرگز. میخوام تلافی بکن. مرسی سیجی، میبینمت. میبینم سماک. حرف بزن. فکر میکردم بری نشون میدی. چی؟ اگه اشتباه میکنم بهم بگو، ولی من فکر میکردم تو با بچهای گروه استریت هستی. بهت گفتم نه؟ ما هنوز رنگ تو رو ندیدیم. باید یه نشونه پیدا کنی. اگه نفهمم مال کدوم محله کسی بهت احترام نمیذاره. باشه پسر، تقصیر منه. من هنوز اطرافش نرفتم. یه فروشگاه بینگو کنار باشگاه هست. برو برای خودت یه سری لباس بخر. چشم لباسم میخریم. یه خورده پیاده روی هم خوب. پیاده میرویم تا لباس فروشی سیسپک در بیاریم. بینکو کلوز شاپ. خب بینکو خیلی زیبا. انگار ما اصلا نمیدونیم چجوری بریم اونجا. آموزش میدیم. $650 داریم. میدونیم هم bir تیشرت همون تیشرت سبز میگیریم. عجب موزیک ملویه. بیاریم چه نایس. همینو بریم. این $20 چه اینو بر نداشتیم. کفشی داریم. صندل داره. صندل و جوراب داره. نظر همین کفش خوبه. شلوار چی داره. این چطوره. شلوار چی شیبه. اوکی. عجب سیسی داره. یه ساعت هم اوکی کنم براش. زرد باشه دیگه. صورتی دخترم هست. خودم خرم. 15 $.
یالا دیگه همین خوبه دیگه خوشگل شد. این مأموریت هم موفقیت آمیز بود. ایوه کاری هم نداشت، کلا تیراندازی بود دیگه. خب یه مأموریت دیگه هم بریم و غال قضیه رو بکنیم. درایو بای. منم به خوبی سی جی میتونم رانندگی کنم، باور کن. آره. چطوری بچه من؟ ای احمق داری چی پشت سر من میگی؟ دارم میگم که ساحل شرقی به تو یاد داده که مثل احمقا رانندگی کنی. مرد تو همیشه داری تصادف میکنی. نمیدونم برای چی برگشتی. همش که سی جی ما رو ببر اینجا، ما رو ببر اونجا. دلت خوشه. چرا دست از سرش بر نمیداری؟ نمیخوام بی احترامی کنم ولی اصلا تو رانندگی بلد نیستی. متشکرم ولی بگو دقیقاً منظورت چیه؟ تو آدم خوبی هستی همی. حالا که میتونی شاتگانو برونی بهتره به سی جی نشون بدی دنیا دست کیه. میدونی چیه؟ حق با توه. تو رانندگی کن سی جی. اون زده به سرش. کجا داریم میریم؟ منطقه رولن هایس والاسا. ما رو ببر یه دوری بزن. میدونی واقعیت چیه؟ تو راننده ما تو این مأموریت جی مرسی جی. فقط مثل احمقا رانندگی نکن. که بدونی از دوریست دلم میگیره سرنگونه های خیلی و تنهام نذاری گفتی رسم روزگاره نخواستم یا اینکه بهتر میخوایم. آره منطقه والاسا. حاضر نیستی؟ آره حتما من حاضرم. کارل حواسش به رانندگی و ما هم تیراندازی میکنیم. گوش کن ببین چی میگم. فقط سعی کن ما رو به درخت و این چیزا نکوبی. آره اگه ماشین متوقف شه همه مردیم. کیفیت آهنگا دارد فیلم های ایرج میده. کاشتی بهت سی جی. بیا بریم سراغ یکی دیگه. رایدو این خیلی آسون بود. بریم ترتیب یه سری والاس احمق دیگر رو بدیم. یار زود منتظر چی هستی سی جی؟ بالا سال پیدا کن و ترتیبشون رو بدیم. ببینیم میام و میدونم میمونی پیشم میشم میمونی میدونی عاشقت میشم پس تو دست بزن دست بستم ناشکست که خیلی رفتی بزن بهش کار. خوردش کن. گم میشه تو شب بی تو دلم خیلی غریبه حتی تو بهش که باشه حسرتش خوردن سیبه حسرتش خوردن سیبه خودت خط میکشیدی رو غمای سرنوشتم میدیدی اسم تو با میرم رو تنهات میذارم بشکید فقط یه کوچولو دلم فکر تو نبود بشکید آهنگایی خدایی گردن تو میشکنم. آره سکوتی من نسیره دست کن میدم و میرم جلوی چشات میمیرم میرم و تنهات میذارم خدا حافظت رو میگم آهنگ خوب میخوام. مرد مومن. آره گروه برگشته. گروه برگشته. آره حتما مطمئن باش. لعنتی میترسم ما رو به کشتن بدی سی جی. بذار ببینم نکنه مردم. اون آشغالو ولش کن. تو امروز کارت عالی بود. با هم بودیم تو با گروه بستی و والاسا اینو میدونم. پس مراقب خودت باش سی جی. آره تو که اینو میدونی. بعدم میبینم تو بچه‌ها. بیا اینو بگیر برو و خود یه چیزی بخر. خب مرسی دوستان عزیز از اینکه این ویدیو رو نگاه کردید. مرسی از نگاه گرمتون.
حتما این ویدیو رو لایک کنید، منو سابسکرایب کنید و اگه حرفی سخنی چیزی هم دارید کامنت کنید دیگه. عشقید. خدا حافظ شما.